سلام علیکم یک بار دیگر استاد، خوب هستین شما؟ علیکم السلام و سلامت باشید. بهترین، الله جزای خیرتان تیا. خب یکم سوال همین که مقصد مسئله امامی که پیش میدرویان نماز میخونه، مقصد فرض کردیم یک شخص هست قاریه، مثال طرز تجوید طرز خواندنش خوبه، لیکن از یگان چی معنی قرآن غافله، مثال حتی یک سوره الحمد معنیش نمیدونه، یا سوره مثال قل هو الله که مثال اینها آسان هستند ترجمه و تفسیرشون، تو همینا را نمیدونم در مسئله مثال معنی قرآن، یا دیگر عموما یگان جای نماز بگیم معنیش نمیدونه. یک شخصیت هسته که قرآن مثلا با پررگی شاید یگان خطای دارد، مقصد لیکن وای پیش میدروه، اما ای معنی بسیار چیز خبر داره، مثال عقیدش خوبه، توحیدش همه طرفه مقصد میفهمه خوبه، همه جهته همه جا کدامش حق دارند برای نماز مثال پیش در آمده خونده. این مرد دویم تجوید ندارد؟ تجوید با پررگی نه، مقصد هستن شاید بعضی کم بود یگان وای خطاگی شاید بشوده، مقصد بعضا وقت مشاهده میشوه. اکنون به هر حال ظاهر قول پیامبر صلی الله علیه وسلم یا القوم اقرأهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنه. به مردم امامتی میکند حافظترین آنها به کتاب الله تعالی گفتند. و در جنگ احد هم پیش از آن که مرده ها را به قبر گذارند، در یک قبر 4 نفر 5 نفر را میگذاشتند. از سبب آنکه جنگ تمام شده بود، همه خسته شده بودند، به هر یک آدم و 70 شهید داشتند. به هر یکی آنها علاهیده قبر کندند. یک امری مشقت بود. بعد جنگ مردم جراحت دار بودند، مردم نزدیکان خود را از دست دادند، در جنگ شکست شد. خیلی مسلمان ها در حالت مشقت بودند. از همین سبب و این چنین زمین احد هم زمین ملایم نیست، قبر کنی مشقت بود. بنابراین در یک قبر 4-5 نفر میماندند. وقتی که قبرها آماده میشد، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یه سوال میکردن: ایهم 4 نفر به همین قبر آماده کردیان، 4 میت همینجا ایستاده است، میگفتن که ایهم اکثر اخذا للقرآن، کدام اینها بسیار قرآن حفظ میداند؟ سوال میکردن. بعد به کدام آنها اشاره کرده شد، اول همون میماند. این همچون احترام قرآن. و این قرآن معنای اینا ندارد که اون آدم توحید میداند و این آدم قرآن پوری توحید است. اصلا مسئله شریعت به 2 تقسیم کردن، اصول و فروع، یعنی که گویا یک قسمش عقیده یک قسمش فقه گفته تقسیم کردن، شیخ الاسلام میگن که این بدعت است. میگن شریعت به 2 تقسیم کردن. با عادی ترین مسئله هم جبریل میفرماد، با توحید هم جبریل میفرماد، همش تنزیل من رب العالمین. آداب هم از پیش الله آمدگی است، جبریل آوردگی است به قلب محمد صلی الله علیه وسلم. عقیده هم همش به هم دیگر آمیخته است. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما را مکمل کردم. دین یعنی که همین را در بر میگیرد. انه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، در صحیح مسلم این جبریل بود آمد تا اینکه دین شما را فهماند. در این توحید هم بود، روزه هم بود، زکات هم بود، تمام احکام اسلام را در بر میگیرد. بنابراین یعنی خیلی که الله تعالی گفت ادخلوا فی السلم کافه، به دین مقدس اسلام با پررگی درآیید. چقدر توحید میدونید و تجوید نمیدونید. چقدر شما قرائت میکنید قول الله تعالی که وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، این توحید است. همین شما غلط میخونید. این یک نوعی یعنی که توحید دانسته است و تجوید ندانسته است. باید همش دانید. برای آنکه همین توحید باید طبق تجوید خوانید. ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن باید با تجوید خوانید. همین قرآن خودش توحید است. قرآن مملوئی از توحید است. حتی بعضی علما میگن که تمام آیات‌های قرآن دلالت به یگانگی الله تعالی میکنند. بنابراین امام باید یعنی که صفات‌های امامتی را داشته باشد، هم علم قرآن داشته باشد، هم علم سنت داشته باشد. مراد از علم سنت یعنی هم سنت فقهی، فقه حدیثی که ما الان در شرح عمدة الاحکام خواندیم، حدیث‌های احکام، حدیث‌های فقهی، بله حدیث‌های رقایق هست، حدیث‌های تفسیر هست، حدیث‌ها خیلی بسیار، حدیث در تمام باره‌ها حدیث هست.
در تمام موضوعها و فنها حدیث است. بنابراین علما میگن که اولین علمی که در شریعت منتشر یافت، پهن شد و تألیف هم شد و تدوین هم شد، این علم حدیث است. گفتن ببینید به تاریخ اسلام مردم فقط به علم حدیث مشغول بودن در ابتدا، که در همین داخل علم حدیث همه علم ها موجود بود و قاری ترین صحابه ها با عالم ترین آنها بود. آنه که قرآن هم میدونست معناهاش هم میدونست. یخنه که یک آدم یک قاری باشد که فقط حفظ کرده است تمام، این که یک آدم دیگه نه قرآن میدونه نه تجوید میدونه و از احکام شریعت با خبر است. باید به تدریج همه علم ها را آموزد. والله اعلم. خوب، بهترین. ما رو کمتر دیگه میره روشن‌تر اگر اجازت باشد من فهمونم. مقصد همون نفره که حتی قاری هست، مثال فرض کردیم همون پیش امامتی میکنن، مثال میدرد چه خیلی که گفتین مقصد حداقل باید بفهمن بدونن، مثال تفسیرش علمش هم خود کنن. مقصد پرهیز نیستن. فرض کردیم حتی بسیار وقت به گناه هم میرون همونها. انسانی که ایه که پیش میدروید میخوند بعضا وقت این نمیدونم چه سبب باشد، اما تجوید خوب نیست، تجویدش خوب نیست، مقصد نه تجوید ندارد. این انسانی پرهیزگار است، انسانی مثال نمازش در وقتش میخواند 5 وقتشه و یا باشند بعضا وقت با نمیخوانند، بعضا وقت حتی موسیقی گوش میکنن. همین خیلی حادثه ها میشد. ما در یک کارخانه کار میکنیم، مقصد بعضا وقت همین خیلی حالات ها میشد. تجوید آموزد. پرهیزگار مادامی که پرهیزگار باشد، بله، یعنی که احکام امامتی را آموزد، قرآن را آموزد، سوره فاتحهش را اقلا یا سوره ناس و فلق، یک سوره هایی که به نماز میخواند همه اقلا اصلاح کند. مادامی که مادام دیندار باشد کوشش کند آخر کلام پروردگارش درست تلاوت کند. خوب این فهمید. یکی از علامت های قیامت است. دیگر در بالای منبر و در محراب آدم های سزاوار به نهایت کم میبینید. خیلی که در حدیث گذشته گفتیم در صحیح بخاری، اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، وقت وظیفه ها که به غیر به نااهل ها سپاریده می شود منتظر قیامت باش. گفتم دیگر امام سزاوار خیلی مشکل است در محراب و در منبر دیدن. بله، جزاک الله خیرا. فهمو این مسئلهش.